جداً خوبه. بیا شان فیلمش عوض کن. فرم موهاش هم عوض کنه. این فیلم در مورد یه دختر خوشگل و جذاب هستش که توی یه شرکت تبلیغاتی کار میکنه. این دختر خوشگل ما همراه خواهر کوچیکترش توی یه آپارتمان شیک و گرون زندگی میکنه. یه روز که توی خونه تنها بود، یکی از معلم‌های خصوصی خواهرش برای تدریس به آپارتمان اونها میاد. این تو آقای سوارت. سلام. معذرت میخوام، هنوز حاضر نیستم. خیلی اوضاع خیته. دختره بهش میگه خواهرم خونه نیست، لطفاً یکم منتظر باش، الان میاد. بعد تلفن زنگ میخوره و دختره میره توی اتاقش. پسر چشم ناپاک و مریض با نگاه کردن به اندام دختر آمپرش میره بالا و تصمیم میگیره با دختر سکس کنه. یواشکی میره توی اتاق دختره، بعدش بهش حمله میکنه و میخواد به زور بهش تجاوز کنه. دختره هرچی دست و پا میزنه و درخواست کمک میکنه، هیچ فایده‌ای نداره. پسر دست و پایی دختره بیچاره رو به تخت میبنده و بهش تجاوز میکنه، مثل وحشیا. تا اینکه خواهر کوچیک میاد خونه و یواشکی از بالکن خونه میره توی اتاق خواهرش. وقتی اونا رو روی تخت در حال سکس میبینه، شوکه میشه و فرار میکنه. وقتی سرتون رو به لبه تخت خواب زد بیهوش شدی؟ تقریبا. نه کاملا. تقریبا بله. دیگه به کجاتون صدمه زد خانم مکن؟ به نظرم همه جام درد گرفته. خلاصه بعد از تجاوز از پسر شکایت میکنن، اما شکایتشون به جایی نمیرسه و پسر دوباره آزاد میشه. پسر این دفعه برای انتقام گرفتن به خاطر شکایت میره سراغ خواهر کوچیکه و به اونم تجاوز میکنه. چرا اینقدر بیشوری؟ چرا اینقدر گاوی؟ چرا نمیمیری؟ چرا تموم نمیشی؟ اینجا دیگه اعصاب دختر خراب میشه و تصمیم میگیره خودش دست به کار بشه و از پسر انتقام بگیره. تفنگشو برمیداره و میره دنباله پسره تا اینکه پیداش میکنه و اونو میکشه. آخرش میره زندان و فیلم تموم میشه.